سلام به دوستان صمیمی، یاران آشنا. پرونده امروز وسواس شستن. خیلی فرد و اطرافیانش رو وسواس‌های عملی و وسواس‌های فکری آزاردهنده میتونه باشه. مراجع من یک خانم جوان با تحصیلات بالای دانشگاهی تو مقاطع بالای دانشگاهی به همراه پدر و مادرشون مراجعه میکنن. مشکل خانم جوان وسواس شستن داره، مکرر دستش، بدنش، وسایلی که استفاده میکنه، ظرفی که تو خونه استفاده میکنه و این باعث یک تنش شده که پدر و مادر با این دختر که یه دختر تحصیل کرده هست، درجات بالای دانشگاهی داره درس میخونه، داره رنجشون میده که چرا دختر ما این مشکل رو داره. تا حالا چیکار میکردن؟ پدر و مادر نصیحت میکردن، بحث میکردن، استدلال می آوردن که بابا این لیوان ببین 3 بار شستی تمیزه، یا دستاتو تو 3 بار رفتی تو دستشویی شستی اومدی دیگه هر میکروبی باشه تمیزه، ماده ضد عفونی زدی تمیزه، و مرتب ما هی بهش استدلال میکنیم، بحث میکنیم، توضیح میدیم، اما فایده ای نداره. و امروز اومدیم مشاوره، شما براش بگید که چرا این همه وسواس به خرج میده. وقتی که من با این خانواده، با پدر و مادر و دختر جوان صحبت کردم، متوجه شدم غیر از مسئله وسواس که خب موضوع مهمیه، ارتباط میان فردی اینها به عنوان اعضای خانواده هم آسیب دیده. یعنی پدر و مادر شدن یه جبهه، مدام دارن بحث میکنن، استدلال میکنن، دختره ناراحته که پدر مادرش مدام سرزنشش میکنن، نصیحت میکنن، و پدر مادر ناراحتن از اینکه حرفای ما رو اصلا توجه نمیکنه، لج میکنه، ما هر چی میگیم اصلا گوش نمیده و ما دیگه مستعصلیم چیکار بکنیم دیگه. واقعا هر جوری براش توضیح میدیم، استدلال میاریم، به عنوان یه دختر عاقل، به عنوان یه دختر تحصیل کرده گوش نمیکنه. اولین کار این بود که براشون توضیح دادم که ببینید بحث وسواس زیر مجموعه اختلالات اضطرابیه. اضطراب با نصیحت، با سرزنش نه تنها درست نمیشه، پیچیده تر میشه. کما اینکه خود این دختر وقتی من باهاش صحبت میکردم، یکی از نگرانیاش اینه که به خدا نمیخوام پدر مادرم رو اذیت بکنم، ولی اونا فکر میکنم من دارم لج میکنم و اذیتشون میکنم. همین شده یه موضوع بدتر از اون وسواسه. یعنی من از یه طرف میدونم که کارام غیر عادیه، دست خودم نیست، هر جوری سعی میکنم، تمام وجودم پر از اضطراب، فکر میکنم باید یه کاری رو هی چندین بار انجام بدم. از اون برم پدر مادر منو متهم میکنن که تو لج میکنی، گوش نمیدی، چه میدونم غیر منطقی هستی، و این موضوع رو پیچیده تر میکنه. براشون توضیح دادم که وسواس زیر مجموعه اختلالات اضطرابیه. فرد از عمل وسواسی خودش لذت نمیبره، چون اضطراب داره. برای اینکه اون اضطراب رو کاهش بده، مکرر یه کاری رو انجام میده که اون اضطراب رو بیاره پایین. فرقش با آدم سالم اینه که آدم سالم یه بار 2 بار دستشو میشوره و احساس میکنه تمیزه، ولی این چون در درونش تنش وجود داره و احساس میکنه تمیز نیست، یا این ظرفه تمیز نیست، یا این لباسه باید چند بار آب بکشه، همین باعث میشه اضطراره انقدر بهش فشار میاره تو تکرار رفتار، در واقع میخواد اون اضطراب رو سرکوب بکنه که نمیشه، چون آسیب میزنه، خودش میفهمه آب داره مصرف میشه، چه میدونم غیر عادیه، دیگران هی چپ چپ نگاه میکنن که تو چقدر مثلا میشوری، نیم ساعت مثلا تو دستشویی داره دستاتو میشوری، چه خبره، یا حمامت چرا انقدر طولانیه، یا یه لیوانی که خودت مثلا یا کسی دیگه آب خورده، خب آدم یه آب میچرخونه یا یه مثلا اسکاجی روش میکشه، آب میکشه، تمیز میشه. ولی اینکه تو چندین بار میخوای یه لیوان رو که فقط برای آبخوریه انقدر وقت بذاری و آب مصرف بکنی، خب معلوم مورد سرزنش قرار میگیری. خودش فرد این میدونه، متوجهش هست و نیاز به نصیحت نداره، ولی اون اضطرابه فشار بهش میاره که رفتار رو تکرار کنه. من از پدر مادر خواستم لطفاً اگر روش دیگه بلد نیستید، لطفاً دیگه کاری نداشته باشید.
اگر روش جدیدی دارید که فکر میکنید مفیده بگید. در غیر این صورت با گفتنه چیزی درست نمیشه که من بگم نشور 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 و اون حالا هی زور میزنه که نشوره، ولی 2 باره 3 باره 4 باره و من احساس میکنم داری لج میکنی، داد میزنم، عصبانی میشم، قهر میکنم، قیافه میگیرم، در حالی که اون واقعا دچار مشکل دیگه. مثل آدمی که درد داره میکشه، مثلا دندون درد داره، شما بگی که آه و ناله نکن، اون تمام وجودش درد دیگه، میتونه شما درک بکن که اون الان درد داره، ولی راهش البته با آه و ناله کردن دندونش خوب نمیشه. جفتتون پس باید یه کاری بکن. در مورد پدر مادر من پیشنهادم این بود لطفاً هیچ دخالتی نکنید مگر اینکه چیز جدیدی، راه جدیدی، تکنیک جدیدی بلدید بگید. در مورد خانم پیشنهاد هم دارو درمانی که تا اندازه‌ای بتونه اون سطح اضطراب رو کاهش بده، میتونه خیلی کمک بکنه، و در مورد خودش توی قسمت من به عنوان روانشناس سیستم در واقع CBT و حالت آرامش آموزی رو همزمان با همدیگه کار کردیم و خوشبختانه این افراد اینکه مطلقاً بگیم برمیگردن به حالت خیلی یا سریع برمیگردن به حالت خیلی عادی، اینجوری نیست، ولی به میزانی که اضطراب کاهش پیدا میکنه هم که خودشون متوجه میشن که میتونن بر اضطرابشون به نوع دیگه غلبه پیدا بکنن و اون رفتار تکراری آزاردهنده رو میزانش رو کم بکنن، از اونجا به بعدش دیگه درمان برای خودشون انجام میشه. یعنی اینجوری نیست که بخوام همینجوری پیش روانشناس برم، ولی خودش میفهمه که ها دارم میام و سطح اضطرابم رو علیرغم اینکه دستم رو به جای 5 بار 3 بار شستم، ولی اضطرابم دیگه مثل زمان قدیم نیست، تونستم کمترش بکنم. این خودش لحاظ درونی حالت انگیزشی بیشتری براشون ایجاد میکنه و البته خانواده هم به عنوان یه نیروی کمکی که تشویق بکنن، باش همراهی بکنن، حمایتش بکنن و تأکید بکنن اگر این روند درمان طول هم بکشه اشکال نداره، مهم اینه که تو قضیه رو جدی گرفتی و دنبال درمانش هستی. این بسیار مؤثر بود و خوشبختانه این خانوم بعد از یه چند ماهی از این حالتها دور شد و تونست به زندگی عادی خودش برگرده که امیدوارم هر کجا که هست موفق باشه و زندگی پرنشاطی رو در پیش داشته باشه. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. تا بعد.